سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین. من افق توفیقی هستم، معمار و طراح داخلی. خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای طراحی داخلی من که توش میخوام به چند تا نکته خیلی مهم اشاره کنم که هم برای کسایی که دوست دارن فضاشون بازسازی بشه، طراحی بشه یا خونه نوساز دارن و قراره دیزاین داخلیش رو انجام بدن بتونن ازش ایده بگیرن، و هم از طرفی هم چند تا نکته آموزشی مهم برای کسایی که تو حیطه کاری خودم دارن کار میکنن. این پروژه‌ای که امروز میخوام بهتون نشون بدم یک خونه 167 متری هست که طراحی داخلیشو من انجام دادم. خونه کاملا نوسازه، یه پلن تفکیک شده خیلی خوب داره با نورپردازی عالی. یعنی منظورم منابع نور طبیعیش خیلی خوبه. در نتیجه اینا همه نقاط قوت یه پروژه است و باعث میشه که در ادامه روند طراحی این نقاط قوت کمک بکنه و فضای خیلی لوکسی بشه. یعنی وقتی شما یه پلن تفکیک شده دارین، قطعا طراحی داخلی خیلی خوبی میتونید داشته باشین، البته اگر فکر شده باشه. ولی وقتی که پلن بده، کلا طراحی داخلی هم میذاره سخت‌تر میشه، ولی باز هم نتیجه خوب میگیرید. حالا من توی این پروژه با توجه به اینکه خود پلان تفکیک شده بود، یعنی فضای خصوصی از فضای عمومی خونه به طور کامل جدا شده بود، روند طراحی رو بر همین مبنا گذاشتم و اومدم اون قسمت‌های عمومی خونه رو که زمانی که در ورودی باز میشه و ما در واقع داریم کریدور ورودی و اون حال ورودی رو میبینیم که بعد تقسیمات بقیه فضا رو میبینیم، چیزی دیده بشه توی اون بخش که نمایانگر سبک خونه باشه. خواسته کارفرما مهمترین بخش هر طراحی داخلیه که من توی این پروژه 100% خواسته کارفرما رو رعایت کردم، چون پلن خوبی داشت، پرتین نداشت و فضاش این اجازه رو به ما میداد که خواسته کارفرما رعایت بشه. ضمن اینکه کارفرما به من به عنوان طراح پروژهش خیلی اعتماد داشت و همه دیتیل رو به خودم سپرده بود، اما کلیت کار و خواستش رو من مبنا گذاشتم. مهمترین خواستش فضای ذخیره سازی بود. یعنی میخواست تا جایی که میتونه فضا برای ظرف و ظروفش داشته باشه و از طرفی هم فضا برای لباسشون. تعداد اعضای خانواده کلا 3 نفر بود، یعنی پدر و مادر در کنار یه تک دختر، و صحبت بر این بودش که دختر خانم و مادر خیلی لباس دارن، پس نیاز دارن که کمدای بیشتری داشته باشن و کمدی که بتونن لباس رو درست توش قرار بدن. یعنی ما گاهی وقتا کمد با عرض کافی نمیتونیم بدیم، حداقل عرض استانداردی کمد 60 سانته که بتونیم چوب لباسی رو به راحتی بزنیم، یعنی رگال لباسمون کامل باشه. ولی یه وقتای فضا انقدر کوچیکه مجبور میشیم عمق کمدمون رو کم بگیریم، ولی این فضا استاندارد بود. پس اولین خواستشون فضای ذخیره سازی بود برای ظرف و ظروف و لباس ها، و دومیش این بود که همیشه سبک خونهشون کلاسیک بوده، در نتیجه بهش تعلق خاطر دارن و دوست دارن حالا عناصر کلاسیک، عناصر سنتی تو فضاشون باشه، اما این فضا یه مقداری طراحیش مدرن‌تر و بروزتر باشه. و سپردن سبکو به خودم که من اومدم از سبک معاصر و نئوکلاسیک استفاده کردم. بعضی وقتها هم عناصر کلاسیک رو مستقیم به کار بردم، ولی در سطح کم. حالا اینو کجا به کار بردم؟ مثلا برای دیزاین دیوارها یه بخشای از دیوار کاملا ساده و معاصره، یک بخشای از دیوار فریم های گچی براشون استفاده کردم و یک بخش از فضا رو به طور کامل فریمش رو کلاسیک کار کردم. اما میبینید که به جای اینکه بیام پتینش کنم یا خیلی جزئیاتش رو برجسته کنم، همرنگ با خود دیوار و از رنگ‌های روشن استفاده کردم. این یعنی تلفیق درست که ما توی سبک معاصر این رو به وفور داریم. مثلا میبینیم که فضا مبلمان مدرن داره ولی حاشیه سقف گچبری‌های کلاسیک کار شده، اما رنگ سفید ساده، یعنی برجسته سازی توش انجام نشده. پس اینا تلفیقن دیگه. من بازم این عناصر رو با دیتیل توی فضا به کار بردم. فضای سالنشون که فضای عمومی خونه بود رو به 2 بخش تقسیم بندی کردم. بخش اول به فضای غذاخوری اختصاص دادم چون دیوار کوتاه‌تری داشت. بخش دوم رو به فضای پذیرایی از مهمانشون اختصاص دادم، و تا چون مساحت خونه بزرگ بود برشون 2 تا تیوی وال در نظر گرفتم. یک بخش در واقع حال خصوصی خونه میشه، یک بخش هم قسمت عمومی خونه. تو قسمت عمومی تیوی وال و شومینه به کار بردم. مبلمان ها تلفیقی هستن، باز هم از مبل های نئوکلاسیک استفاده کردم، و قسمت غذاخوری هم به همین صورته. تو دل دیوار کافی بارشون رو کار کردم، یعنی چیزی برجسته‌ای کار نکردم که بیاد بیرون. در واقع تیوی والی که زدم با توجه به عمقی که به تیوی وال دادم این رو تا انتهای فضا بردم، ولی فضاشون رو کوچیک نکردم. یعنی فرو رفتگی و برجستگی های کاربردی روی دیوار اصلی خونه پیاده کردم که این به نظر خودم نقطه قوت این طراحیه.
یعنی هم یک بخش یک پارچه داریم، هم اینکه تو رفتگی داریم به جای برجستگی. به طور مثال ما وقتی یه جا بخوایم کنسول بزنیم یا کافی بار بزنیم از دیوار اصلیمون میزنه جلوتر. من این جلو آمدگی رو پوشش دادم و به جاش رفتم داخل که برسم به دیوار اصلی، که این خیلی توی فضاهای لوکس تاثیرگذاره. یعنی مثلا ما دکورهای لوکسی که داریم، حتی کمد جا کفشی میخواد باشه، میبینید تو دل دیوار کار شده، بیرون از دیوار نزدن. این یه نکته است، اگر خواستین کار لوکس بکنید حتما حواستون باشه که این فرو رفتگی برجستگی ها رو رعایت کنید و باعث ایجاد ریتم هم توی فضا میشه. از طرفی هم یه بخش دیگر رو به ویترین براشون اختصاص دادم. خب ما همیشه ظرف و ظروف هامون ظرف و ظروف های در واقع دم دستیمون نیست، گاهی وقتا ظرف و ظروف مهمان داریم که از یه ست کامل هستن، یا ممکنه حتی ظروف دکوری داشته باشیم، چینی های آنتیک داشته باشیم و بخوایم اونها رو جدا کنیم از بخش در واقع کابینت هامون. پس من اومدم فضای ذخیره سازی این بخش رو در شیشه‌ای کار کردم، از شیشه های فریملس هم استفاده کردم. داخل هر کدوم از ویترین ها رو هم نور پردازی انجام دادم برای اینکه یه حالت موزه‌ای طور داشته باشه. در کنارش هم آینه به کار بردم که عرض فضا بیشتر دیده بشه. کابینت آشپزخونه به نظر خودم یکی از شیک‌ترین در واقع کابینت هایی بود که میتونستم برای این فضا بزنم، چون اومدم به جای گوشه های 90 درجه گوشه های کرو به کار بردم و دوباره برای هر بخش از فضای اصلی آشپزخونه، خب ما 3 عنصر اصلی توی آشپزخونه داریم: گاز، سینک، یخچال. برای گاز و سینک هر کدوم این طاقی کرو رو ایجاد کردم که باز دوباره این هم باعث میشه هم فضا دنج‌تر بشه، هم که خیلی یک پارچگی و از لحاظ سبک توی فضاشون رعایت شده. رنگ ها رو همه رنگ های نود و روشن استفاده کردم، ولی من فرش ایرانی به کار بردم توی فضا با یه رنگ شارپ مثل آجوری. حالا این رنگ میتونست تغییر بکنه، منتها من دستم باز بود تو انتخاب رنگ. بعد در کنار اینکه من این تلفیقا رو به کار بردم، پرده رو کاملا ساده استفاده کردم که تقریبا میشه گفت امضای کارامه. یعنی تو اکثر طراحیام من پرده رو ساده در نظر میگیرم، چون باعث میشه که زمان تغییر دکوراسیون احتیاج نباشه که پرده رو تغییر بدیم. ضمن اینکه به نظر من پنجره خودش نقطه کانونیه، یعنی میتونه فوکال پوینت فضا باشه، پس احتیاجی نیست که ما با پرده های خیلی سنگین یا با طرحهای خیلی شلوغ اون پنجره رو پوشش بدیم. اتفاقا اگر یک مثلا پارچه ساده که خیلی هم از لحاظ در واقع چینش فاخر روی کار قرار بگیره استفاده بکنیم، میتونه نقطه قوت فضامون باشه. ولی خب بازم سلیقه‌ایه، یعنی من اصلا این که مثلا پرده کلاسیک کسی استفاده بکنه تو فضای کلاسیکش نه تنها نقضش نمی‌کنم، بلکه به نظرم داره درست استفاده میکنه. ولی تو مبحث طراحی خودم تقریبا میشه گفت تو پروژه‌های اجرا و طراحی جزء امضای کارمه، پرده رو ساده در نظر میگیرم. حالا بریم سراغ قسمت در واقع خصوصی خونه. از ورودی سمت راست به سمت فضای خصوصی میریم، سمت چپ فضای عمومیمون بود و آشپزخونه که فضای نیمه خصوصیه تقریبا. تو فضای خصوصی ما اول یه نشیمن خصوصی داشتیم که من اینجا یه کاناپه بر نظر گرفتم با یه رنگ خیلی شارپ که کاملا در تضاد با فضای پذیراییشون هست، یعنی از یه کله قاضی استفاده کردم. یه تیوی وال کاملا مدرن و ساده براشون در نظر گرفتم، چون مسیر حرکت نباید ببندیمش. و بعد هم بخش بندی کردم فضا رو. اتاقی که پنجره نداشت براشون واکین کلازتش کردم و باز هم درهای شیشه‌ای به کار بردم. شما احتیاجی نیست تو واکین کلازت در بزنید، ولی برای محافظت از لباس‌ها، اینکه گرد و خاک روی وسایل نشینه و تون نخواین تمیزشون بکنین، چون ممکنه یک کیف مجلسی داشته باشین 6 ماه یه بار استفادهش کنید، خب طبیعتا خاک میشینه دیگه. بهتره که در براش بزنین. در شیشه‌ای هم نمای داخل دیده میشه و هم محافظت میکنه از وسایلمون. اما اگرم نداشته باشه هیچ ایرادی نداره. و اینجا رو من سقفش رو ساده در نظر گرفتم، لاین نور توش کار کردم. اتاق خوابم که باز دوباره طبق نیاز خود کارفرما، اتاق خواب والدین، باز هم سبک نئو کلاسیک، برشون کمد در نظر گرفتم و باز هم اون فرو رفتگی و برجستگی رو توش ایجاد کردم. یه مقدار نئو کلاسیک ترش کردم. اتاق خواب دختر خانمون یکم بروزتر و مدرن‌تر در نظر گرفتم که باز هم برای هر کدوم از اتاق‌ها کمد دارن که این باعث میشه که باز فضای ذخیره سازی و لباس‌های شخصیشون رو این برداشته باشن. حالا لباس مهمونی یا لباس رسمیشون میتونه توی واکین کلازتشون باشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و بتونین ازش کلی ایده بگیرین. ممنون میشم که این پست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر دوست دارید که طراحی و اجرای فضاتون رو به ما بسپارید، اینجا میتونید برامون کامنت بذارید یا به هایلایت در واقع اینستاگرام که برای مشاوره و طراحی و اجرا هست مراجعه کنید.